خواهر، به خاطر انسانیت شما را بالا کردم، اما اگه خواسته باشین شما را به حوزه رسانده میتونم. نه خیر نه خیر، ما میخوایم همینجا پایین شویم. مطمئن هستین؟ بله بله، شما در یک جای مناسب توقف کنن، خود ما میریم. زود شو، پایین شو. بسیار زیاد تشکر. چرا به خانه دوستتان نرفتی؟ اونجا رفتن نمیتونیم چون موبایل پیش او آدم است. فهمیده به کی زنگ زدیم جانم. اگه بلایی سرش بیاره چی؟ باید به زینب زنگ زده برش خبر بدیم. بیا که بریم، یک هتل پیدا میکنه. بیا. بله زینب. رنا تو کجاستی؟ 2 ساعت بعد گفتی نصف شب شد. کسی پیشت آمده یا نه؟ نه خیر نامده. برات زنگم نزده؟ بلیاز خدا چی گپ است؟ زینب جان تو در خطر است. نخواسته تو رام دخیل ساختم. همیال خانه را ترک و درست است. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дорӯҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дорӯҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дорӯҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. تو چی میگی ها؟ سوال نکو دیگه. با تعقیب مستن. خبر شدن که پیش تو می آمدم. لطفاً از اونجا بیرون شو. عجله کو. اینجا صد خانه از کدامش سیل کنیم؟ راه حل دیگه ای نداریم. حالا عجله کنیم. حق به جانب است. تمام دروازه ها را دانه دانه تک تک میزنیم. دختر احمق. بی تربیت. تو انتقام میخوای بگیری ها؟ حال خواهد دیدی. شما چی میگین انتقام چی؟ چرا پشیمان میسازم؟ با پایایم افتاده عذر خواهد کردی، فهمیدی؟ من هیچ کاری نکرده. چی کنی ها؟ مرا تبا ساختی. و عکس تو بر روزنامه نگار دادی ها؟ خانم رنا شما چی میکنین؟ تو مداخله نکن. زود شو بیرون شو. آرام باشین لطفا. خانم رنا آرام باشین. الایکو الایکو. منتظر چی هستی؟ گفت فرار کنید. الایکو از ما فرار کردن نمیتونی. دانشگاه را برای جهنم میسازم. هیچ وقت دکتر شدن نمیتونی. هرگز. بسیار یک چیز ساده ازت میخواهیم. طبق قانون دانشگاه لباس بپوش. فقط همه قدر. ببین تو باید با اونا مثال شوی دخترم. باید نشان بدی که انسان میتونه زندگی خود تغییر بده. بله.
انسان میتونه همه چیز تغییر بده، اما اگه بخواید من نمیخوایم. کجا میری؟ از ما اجازه خواستی؟ رفتم میتونم؟ تمامش از ضبط کردی همونطور نیست؟ بله خانم. حالا رفتم میتونی. ای را بفهمین کس دیگام است که ای کارایتان ضبط میکنه. من در حق اولاد خود چقدر ظلم کردیم. چه قسم طرفش سعی کنم. خدایا مرا ببخش. دختر مرا خود بخشید. ای خدایی که فاصله ها را نزدیک میسازی و مشکلات حل میسازی و بعد از هر تاریکی روشنی را میاری. تو شوهر ما حفظ کن، او را به ما به پدر و مادرش ببخش. میفهمم که حکمت تو به اندازه و به پایان است، اما ادای دنیا تک و تنها ماندیم. دینیز خانواده، مادر، پدر، خواهر و سرپناه ما همه چیز ما است. ازت شکرگزار هستم که او را در مقابل ما آوردی. حال او را از من نگیری. نفس ما را یک جا بگی خدایا. خدایا ازت خواهش میکنم دست من خالی بر نگردم. خانم رنا، تو بسیار یک دختر خوب هستی. شما هم خوب هستین. من هیچ وقت دختر خدا با آغوش نگرفته. برا با آغوش بگی. تمام بلاک ها را دیدیم، فقط هم دو تا مانده. راست میگه. شما دو نفر رو بلاک ببینید، ما بلاک دیگر نمیبینیم. درست است.
بفرمایید. در جستجوی رعنا کارای هستیم. اینجا نیست. آخرین بار همراه شما با تماس شدم. بله. زنگ زده بود اما تو هنوز اینجا نامده. پس کجاست؟ نشانی خدا گفته؟ ببینین او در مشکل است. تروریستا تعقیبش میکنن. هر چی زود باید او را پیدا کرده امنیتش را تامین کنه. از یک هتل نزدیک جاده تیکادار زنگ زده بود اما نامش نگفت. تشکر میکنم. با دوستتان بسیار یک خوبی بزرگ انجام دادید. خواهش میکنم. معذرت میخواهیم که مزاحم شدیم. شب بخیر. این آخرین منزل است. اگر از این منزل هم چیزی پیدا نکنیم وقت ما ناقضایی شده. هی قدر وقت ما بنا حق ضایع شد. بریم. بفرمایید. شام بخیر. معذرت میخواهیم که مزاحم شدیم. استغفر الله. با جستجوی یک خانم هستیم به نام رعنا کارای. شما او را میشناسین؟ نه خیر. نمیشناسمش. معذرت میخوایم. میخواستم که امام کنم. البته. شب بخیر. شب شما هم بخیر. اینجا هم نتونستیم پیداشون کنیم. لعنت به شیطان. صبر کویدر. با مرکز زنگ میزنیم. شاید کدام خبر خوش داشته باشن. بریم. چی شده دنیز؟ نیست. هیچ خبر ازشان نیست. امر سبیر از مرکز روان کردن رسومی و شخص قاتل است. امو آدم است. عجله کو. بریم.
بسیار وقت ما کم است. کلگی خبر شده که خانم رنا گم شده. متاسفانه اون نفر افشار شده. برطرفش کنین، وظیفهش به کس دیگه بتین. هر چی زودتر این کار ختم کنین. گوش کو اگه ترفیع کده نتانم. بیا. منتظر خبرت هستم. تو اینجا چی میکنی احمق؟ ها؟ با کدام جرأت در مقابل ما آمدی؟ زیاد وقتت نمیگیرم. هیچ تشویش نکن. ایره به تو آورده. ای چی است؟ سریال است. به نام دروغگوی سریال است، دیدیش؟ اما ای بار نقش مرکزی را یک جنرال داره. الیف؟ الیف؟ نشانیشو پیدا کردم. کس دیگر را روان میکنیم؟ نمیشه. این کار ما خودم شروع کردیم، خودم ختمش میکنم. واقعا تو چقدر یا خانم و پاست به شرم هستی. بسیار یک اشتباه بزرگ کردی. غرور خانم بودن مرا زیر پا کردی. یعنی ایام جوابش. 5 نسخه دگان پیشم کاپی است. چی شد؟ نمیخوای مرا بزنی؟ اگه خواسته باشی خفیم کن. موهای ما کش کن. از زینه مرا پایین بنداز. نخیر بهتر همی است که مرا از خانه بکشی. دیگه هیچ کاری کده نمیتونی. قسمه که گفتم 5 نسخه دیگهش هم پیش وکیلم است. اگه به یک تار موی مام ضرر برسه باز وقت به نشانی هایی را که دادیم باز خواد رسید قدرت. ها یکی از اون نشانی ها وزارت داخل است. از ما چی میخوایی؟ در گذشته برم یک گپ گفته بودی به یاد داری قدرت؟ اگه تا امروز ای را نفهمیدی بعد از یام هیچ خود خسته نساز گپ فهمیدی قدرت؟
خبره بیبی؟ همین که خواندم عصبانی شدم که قسم مسلمانی نیست. به هر خبر باور نکن سهیلا. اینا فقط نمایش است. در مقابل رسانه ها تمثیل میکنن. منظورت نفهمیدم. پلیس. این موضوع بسیار پیچیده است، فهمیدی؟ از ما، از تمام حجاب پوشا نمیبینی که در بازار در سرویس ها چه قسم طرف ما سل میکنن؟ از ما نفرت میکنن. روز به روز بیشتر شده میره. دینیس بیا که بریم. کجا بریم؟ از الیف خبر رسیده. در یک هتل دیده شدم. خدایا 1000 بار شکره. عجله کنین، برین. بیا که ما هم بریم. اردام چرا هتل نمیرسه؟ کم سرعت بگی. دینیس تشویش نکن، درست است. حداقل خبر خوش شدیم کجا هستن. بله؟ اردام؟ الیف تو هستی؟ موبایل بده به من. بله. الیف تو خوب هستی؟ دینیس خانم رنا گفت که زخمی شدی. من خوب هستم، تشویش نکنین. شما در هتل هستین نه؟ من به گرفتن شما میایم. بله الیف. بله الیف، صدای من میشنوی؟ توبه قطع کرد تلفنم. از اتاق 404 زنگ زدیم آقا. دخترم همراهیم بود، بیرون رفته. شما دیدین که کجا رفته؟ فکر کنم که آمد. اگه دختر خودم میخوایی امشب در خانه عقب کارخانه کهنه دخانیات بیا. جنرال قدرت به خانه ما آمد. الیف برد. بعد از اون شب دیگه گم شد. تو چی میگی؟ من همینجا پیر میشم. خدا میفهمه وقتی با الیفی کار کرده با من چی خود کرد دیوانه میشم دختر. تو با جنرال سنجر زنگ نزدی؟ خدا جزایت نده. زنگ زدم اما درست امرایم گپ نزد. هیچ برم روی نداد. فهمیدم تو را ترساندن نتونستی. من پیش خانمش برم. گپ ما گوش کن. من ارزشی دارم. به خاطر تو هر کار میکنم پدر. قربانت شم. آفرین به تو، ماشاءالله به تو، دختر خودم هستی. بیا که ببوسمت. بیا نزدیک بیا. آفرین به تو دخترم. طرف ما ببین. تو برم پول آوردی دختر مقبول. من پول از کجا کنم؟ خدا جزایت بده. مثل تو اولاد خدا با دشمنام نتا. چطور برم پول نآوردی؟ من خاطر سر کردن شکمم در اون خانه زندگی میکنم. من اصلا اونجا نمیخواین. اما تشویش نکن. بسیار خوب میفهمم که پول از کی بگیرم. راست میگی؟ از کی میگیری؟ برام بگو. از کسی که پول میگیرم. خانم شنایی است. به خاطر که بچهش رسوا نشه آماده است هر کاری را انجام بده. آفرین با دختر مقبولم. از شیطان کم نیستی. بازم بیا که ببوسمت. بیا. اولاد باید مثل تو باشه. ماشاءالله. خوش آمدین. یه خانم میپالیم به نام رنا کارای. دمی هتل دیده شده. دیشب آمده بودن. بله دیشب آمده بودم. در اتاق 404 زندگی میکنم. زنده باشین. بیادر اونا کجا هستن؟ رفتن. کجا رفتن میتونن؟ چند دقیقه پیش الیف زنگ زده بود. الیف اختطاف کردن.
راستش دختر مقبولی هستی. اما چادر تک پس کنی. نه خیر. به هر صورت ما زیاد وقت داریم. هیچ تشویش نکن. شما مسلمان نیستین؟ میفهمم که توریستم نیستین. ایرا میفهمم که کی شما را روان کرده. زیاد هوشیار نباش. اگر نه تو را از بین میبرم. ها دینیز راحت باش بیادر. ببین نشانی رو میفهمیم. تیم آماده میکنیم. باز بعد از او حمله میکنیم. هردام تا حال هر کمکی از پلیس گرفتی بیفایده بوده. این بار هیچ کس خبر نمیده. هر دوی ما به تنهایی میریم این مشکل حل میسازیم. قماندان دینیزا بازداشت کنید. جنرال صاحب تو در این کار مداخله نکو. به کار خود برس. از وظیفت برکنار شدی قماندان. به خاطر که امر آمده تو را از وظیفه برکنار کنم. پدر شما متوجه هستین که چی میکنه؟ موضوع زندگی یک انسان است. در موتر سوارش کنید. اعلام کنه. اعلام کنه. اعلام کنه. هردام پشتی کار اعلان نکنی فهمیدی؟ بالای تو باور دارم. اونا را نجات بده. تو هم رفته میتونی. حرکت کن. مادر جان چه وقت به خانه میایی؟ ببینین بسیار زیاد جگرخون هستم. پدرم خو میشناسی نمیده قصر صدا میکنه و فراموش میکنه. ها؟ سنم ای بار متفاوت است. ای بار غرور خانم بودنم از زیر پاکت دختره. درست است مادرم. نوش جانتان خانم. ای بار کمه بیشتر عصبانی شد. خودتان میفهمین که پدرم ما را زیاد دوست داره. پدرت فقط عاشق رتبه خود است. خانوادهش اصلا برش ارزش نداره. اما ای بار اجازه نمیتیم از ما سوء استفاده کنه سنم. حالا دیگه این موضوع رو بسته کن. خانم شنایی ها. سلام خانم. سلام. جلسه تا هنوز آغاز نشده؟ شنایی جان تو هیچ خوب معلوم نمیشی. راستش هیچ خوب نیست. نمیخواستم بیایم اما به خاطر جلسه آمدم. بفرمایید پیشینه. قهوه بنوشین. درست است می نوشیم. با معذرت با اجازه تان ما 2 دقیقه بعد پس میریم. تو اینجا چی میکنی احمق؟ بعدی در خوشی خوار ما آمدی. تو همراه ما رشخندی میکنی. این همراه ما بیا. چی میخوایی؟ گفتنی که داری بگو و بعدن از اینجا برو گم شو. مشکل خواهرت برام کافیست. تو برام مشکل جور نکو. او دختر خدمتکار اینجا چی میکنه؟ کدام دختر؟ اما خدمتکاری که خانه خانم شنایشان کار میگه حتی به خانه ما آمده. بله. اموره میگه او اینجا چی میکنه مادر؟ فعلا تشناب رفته. وقتی که خانم شنای او را دید باز بسیار پریشان شد.
آرام بودن نمیدونم میرم میبینم که چی گپ است. تو با ما دروغ گفتی. تا خانه ما آمدی. دیگه پشت ما را اعلا کنین. بچه ما از بین خود بردین و شوهر ما قاتل خود ساختین. اگه پیشنهاد ما قبول کنین مشکل نداریم. تو هم خوش و ما هم خوش. یک خواست کوچک داریم. شما کی هستین؟ او خواهر فرصت طلبت را روان کرده همتا نیست؟ نه خیر، مرا غلط درک کردین خانم شنایی. پدرم مرا روان کرده. ملای تویز نویز به شما سلام گفت. تو چی میخوایی؟ ها؟ گفتم چی میخوایی؟ پول. پول؟ پول میخوایی؟ درست است. بگی این پول. پدرم باید از زندان رها شود و شوهرت بگو که موبایل خود جواب بده. اگه نه قسم میخورم به کلگی میگم که الیف و دینیز ازدواج کردن. فامیلی یا نه؟ خانم رنا، تو بسیار یک دختر خوب هستی. شما خوب هستی؟ به هیچ وقت دختر من با خوش نگرفته. مرا با خوش بگی. تو را نجات میتم. فکر میکنم که نامد. او حتما پیش پلیس رفته. شوهر ما قماندان است. یک دوستش پلیس است. مرا پیش تو نمیمانند. ما هم دوستای زیاده دارم. دازم دوستای ما بزرگتر از دوستای تو است. بیا. جنرال صاحب. قماندان دینیز کجاست؟ برش خبر ندادین که بیایه؟ قماندان صاحب جزایی هستند. جنرال سنجر امر بازداشتشان صادر کرده. دروازه را باز کن. جنرال صاحب میشه بگویی چی جریان داره؟ چرا جزاییش؟ نه این به خاطر سند است که برم دادی؟ نه خیر جنرال صاحب، این مربوط خانمم میشه. زندگی خانمم در خطر است. خواهش میکنم کمکش کنه.
بالاخره آمد. الیف تو خوب هستی؟ خوب هستم. او را رها کن. گپت قبول کردم. متاسف هستم. این قسم امر نشده. تکان نخور. اگر نمیکشمت. بدو عجله کن. ایلیف فرار کن. ایلیف عجله کن. شما را از بین میبرم. نخیر از این طرف بریم. حالا بدو. بیا دقیقش نشو بدو. لعنتی ها! فرار نکنه. احمقا! شما را از بین میبرم. کجاسته؟ لا را را. این کار امشب ختم میشه. اینجا بیا. جای نرو. صبر کن. الایم کن. خانم رنا. الیف تو فرار کن. کمک کنه. کسی صدای من بشنوم. الیف فرار کن. فرار کن. رنا. تو را از بین میبرم. از بین میبرم. اینجا بیا. فرار نکن. فرار نکن. الایم کن. گفتم الایم کن. الایم کن. گفتم برای الایم کن. برات گفتم که از ما فرار کردن نمیتونی. بله. منتظر خبر هستیم. گزارش بده. قسمه که گفتم کار را که شروع میکنم ختمشان میکنم. برش بگوین که چیزی قابل تشویش نیست. ای بار برم خبر خوش بده. تشویش نکنه. نفر ما کارشان ختم کرده. قسمی که خودتان گفته بودین. خوب است. جستجو را خاتمه بدین. دوسیه را بسته کنین. درست است؟
کسی زخمی شده. اما کی؟ به جای اصلیتان میرین. همه چیز آماده است. اول تو برو. خب حالا نوبت تو است. مرا زیاد سرگردان ساختین. جای خوشتان آمد؟ خانم رنا لطفاً با هوش بین. خانم رنا حالا از اینجا اجای رفتن هم میتونین ها؟